интизорем. با همین بازی شروع می شود. دسته روشن شهری کلوب با پیراهن‌های رنگی سفید آنها در قسم یکمی رقابت در طرف چپ مانیتورهای تلویزیونی شما خواهند بود و دسته ارتش که با پیراهن‌های رنگی سیاه و میدان برآمده است. در این لحظه ها شانسی بهترین در آغاز رقابت ارسال توپ به سمت عبدالخلیل بارانوف و ضربه او سوی دروازه. روشن در این لحظه ها پرتوفت به مرکز، وضعیتی خطرناک میتواند به میان آید. اولاولو و ینواله و ضربه او، اما کامرانی میرزاخان توانست ارسال توپ اینجا زود برطرف کرده میشود، اما توپی که اولاولو میتوانست پیدا شود و این حالت رو هلو هم بازیگران دسته روشن ادامه میدهند. ضربه صلاح‌الدین ارگاشف اما خیلی خوب حرکت کرد عزیزبек حییتов، ولی بعدا طور ما و شما میبینیم صلاح‌الدین ارگاشف پسی او عزیزبek حییتов ضربه میزند و ستون دروازه. بسیار ضربه خوب گرفتند و ببینید چگونه فرصت به میان میآید. کامرانی میرزا دیده میشود. اولاولو ینواله باز یک پرتوفت دیگر سوی او، نه سوربان غیاسов خطای نوبتی او در این لحظه ها و ادامه هجومی دسته ارتش رو میبینیم. پس جوابی هم خوب بود. امکانیت فرصتی خوب این لحظه ها برای دسته روشن میتواند پیدا شود. بله اولاولو ینواله به جریمه‌گاه وارد شد و میگذرد اینجا. او میبینیم خوب ببینید توپ رو میپرتوید به کنار و بعدا اولاولو ینواله اکنون هم دسته‌های خود را واقعا در یک حالت مشکل قرار داد. با امید کار کردن پنالتی او کارت سرخ میگیرد. روشن صورت نگرفت. حالا امکانیت است. صلاح‌الدین ارگاشف ضربه او را میبینیم و گل. چگونه گلی زیبا میزند صلاح‌الدین. ما صحنه‌های تکراری بازی هستیم. بیایید بار دیگر ببینیم. عبدالرحمن نازیمов با او پاس داد. صلاح‌الدین اینجا من همون پاسی داده عبدالرحمن نازیمov بود. پیش دستی کرد از محافظتگری انینگه. پاسی جوابی سفرов با عزیزبek حییتov است. اینجا بسیار شانسی خوب ضربه رو میبینیم یا نه. وضعیت خطرناک ضربه و دروازه‌بان نجات میدهد. هجوم باشد دوام مییابد، نه گپ بازیگران این دسته روشن میسر شده است که این حالت رو برطرف کنند. خوب دوستان گرامی، اکنون طور ما و شما میبینیم در این حالت وضعیت به میان میآید که بازیگری دسته ارتش نیز از میدان خارج کرده میشود. بعد جولیوس کواسی بسیار خوبی عزیزبek حییتov رو ما و شما دیده استودیم. شانسی نوبتی برای چگونه شانس برای شهباز حبیبov، اما او نتوانید ضربه زند. باز هم توپ به نزد وحیدالدین سفرov میآید. ارسال او هم ما و شما ممکن است ببینیم. سفرov در جریمه‌گاه ضربه او و کامیاب نمیشود و با همین تمام دوستان گرامی به مرکز اشاره میکند سرداور رقابت امروزه عبدالمبارک باشد. آنها باز مبارزه را در چمپیونات ادامه میدهند. برای دسته ارتش هم در بازی بعدی برد و ظفر آرزومندیم. گروه گزارش مذکور را از ورزشگاه تلقارین شهری تورسون زاده برای شما تهیه کردند. در پخش مستقیم رفتی بازی را